رفلکتور توی 4 تا رنگ نقره‌ای، طلایی، سفید و مشکی میرسه دست شما. سایه این سمت صورت منو ببین. گاهی وقتا تو فقط یه منبع نور داری ولی نیازه که سایه های اطراف خودتو پر کنی. به نظر خودت اون موقع رفلکتور نمیتونه یه گزینه مناسب باشه؟ الان نور از سمت راست داره به صورت من میتابه، سمت چپ من سایه به وجود اومده. رفلکتور کارش بازتاب نوره. من الان پارچه های رفلکتور رو از روش برداشتم، دارم از خود دیفیوزر استفاده میکنم. دیفیوزر کاربردش چیه؟ نور رو تلطیف میکنه. الان پشت این دیفیوزر یه منبع نور با شدت بالاه. اگه من دیفیوزر رو بدم کنار، تصویر من سوخته به نظر میرسه. پس ما اینجا فهمیدیم کاربرد این وسیله چیه. هم توی نور طبیعی میتونیم ازش استفاده کنیم مقابل نور خورشید، هم با استفاده از ویدیو لایت هایی که داریم باشون تصویر برداری میکنیم. فروشگاه مهرشاد تقدیم می‌کند.